بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. درس دوم ما و شما میخوانیم که در درس دوم شروط صفات الله سبحانه و تعالی هست و در تفسیر موضوعی توحیدی قانون همی هست که پیش شما قرآن شریف می باشه و در هر جایی که آیت می باشه شما او را پیدا میکنین و او را از روی قرآن شریف مثلا میفهمین که در این باره الله سبحانه و تعالی چی گفته هست. در شروط صفات الله سبحانه و تعالی اینجا وقتی که ما میخوایم صفات الله را یاد بگیریم چند شرط بسیار مهم است. این شرط ها را انشاءالله ما شما میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرط اولی است که صفات الله را به شکل توقیفی بشناسیم. اینال الله سبحانه و تعالی میگه شما سوره بقره آیت 168 پیدا کنیم. پیدا کردیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس، ای مردم، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ای مردم شما بخورین آنچه در زمین است حلال و پاک. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما از گامهای شیطان پیروی نکنین. انه لکم عدو مبین، یقینا که شیطان بر شما چی است؟ دشمن آشکارا هست. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقینا که شیطان امر میکنه شما را به چی؟ بالسوء، به زشتکاری، بد اخلاقی با مردم، والفحشاء و به گناهان. سوء بدی را میگن که به مردم بدی بکنی و فحشا کارایی را میگن که در احکام الله چیزایی که من است او را انجام میدی، این فحشا میگن. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و دیگه شیطان چی میکنه؟ شیطان کوشش میکنه که بگوین بر الله ما لا تعلمون، چیزی را که شما نمیفهمید. اینه اصل نقطه ما و شما که اینجا گفتیم شرط اول است که ما باید چی کنیم؟ صفات الله سبحانه و تعالی را و نامهایش باید به شکل توقیفی بشناسیم. توقیفی چی معنی؟ یعنی ما از دل خود چیز بالای الله نگوییم. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. توقیفی رو علما چه قسم تعریف میکنن؟ میگه توقیفی معنیش این است که توقیفی در لغت از کلمه وقف گرفته شده، توقف، میگه یعنی استاد شد. چه قسم استاد شد؟ میگه در اصطلاح ایرد به خاطر از این توقیفی میگن که آنچه در قرآن و سنت درباره نامهای الله هست تو دمی توقف میکنی، نه زیاد میکنی و نه هم کم میکنی. این رو توقیفی میگن. اینال در اینجا تو دیگه اجتهاد حق نداری بکنی. وقتی که الله متعال نامهای خدا گفته اونمو را چی میکنی؟ یاد میگیری، از دل خود کدام نام جدید زیاد نمیکنی و از این نام ها کدامش کم هم نمیکنی که والا من این نام قبول ندارم یا این نام چطور است یا چنان است یا این قسم است. متوجه هستین؟ این شرط اول شد. شرط دوم چی هست؟ اثبات آنچه در صفات الله ثابتند و نفی آنچه نفی شده است. مثلا در قرآن عظیم شان بعضی از صفات نامها به الله سبحانه و تعالی بیان شده است. مثلا شما سوره حشر آیت 23 را بکشید. در سوره حشر آیت 23 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما یشرکون. ببینید در این آیت شریف الله متعال گفته که هو الله، نام الله چی است؟ الله است. حال صفات بیان میکنن. صفات اولش چی است؟ که لا اله الا هو، نیست هیچ معبود به حقی که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه بغیر از او. یک صفتش که او اله ما و شما هست، بغیر از او اله دیگه وجود نداره. مثلا دیگه از صفات الله چی هست؟ الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزیز، الجبار، المتکبر. اینجا ما باید چی کنیم؟ ثابت کنیم به الله متعال آنچه که الله برای خود چی کرده؟ ثابت کرده. اینمی اسما و صفات الله برای خود ثابت کرده، این ثابت میکنیم. همین قسم در آیت شریف دیگه مثلا
الله سبحانه و تعالی میگه که سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سبحان پاک است ربک رب تو، رب العزت رب عزت و قدرت، عما یصفون از آنچه که آنان توصیف میکنند، یعنی مشرکین و یهود و نصارا بعضی از صفات را به الله نسبت میدادند. پس الله متعال ایره گفت که پاک است رب تو، رب با عزت از آنچه که اونا توصیف میکنه، و سلام علی المرسلین، و سلامتی هست بر پیغمبران. چرا سلام است بر پیغمبران؟ به خاطر که پیغمبران مطابق وحی اسماء و صفات الله را یاد میگیرن. و الحمد لله رب العالمین، و حمد و ثنا و صفات است برای الله که رب العالمین است. الله میگه یکی از صفات چی است؟ که رب العالمین است. و حمد مخصوص از او هست، یعنی الله سبحانه و تعالی حمید است و رب است. پس ما و شما در شرط دوم چی رو خوانیم؟ در شرط دومی رو خوانیم که ما آنچه که در صفات الله ثابت است او را ثابت میکنیم و آنچه که الله نفی کرده او را نفی میکنیم. مثلا در آیت کرسی الله متعال میگه که لا تأخذه سنة ولا نوم. اینجا سعی گفته لا تأخذه. یاد قل هو الله احد اگر شما برین در اونجا الله متعال چی میگن؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی فرزند داشتن یا پیدا شدن یا مثلا شریک داشتن یا الله چی کرده؟ نفی کرده. متوجه هستیم؟ فهمیدین شرط دوم؟ شرط سومش چی هست؟ شرط سومش این است که سخن گفتن در صفات را مانند سخن گفتن در ذات بدانیم. چه قسم؟ یکی از علما چی میگن؟ شیخ عبدالغنی میدانی صاحب یک کتاب است به نام اللباب فی شرح الکتاب فی الفقه الحنفی، یک کتاب است. این عالم بزرگوار چی میگن؟ میگه لانه تعالی منفرد بصفاته لذاته فکما لا تشبه ذاته الذوات فصفاته لا تشبه الصفات. میگه اینمی قسم که ذات الله با ذات مخلوقات مشابهت نداره، صفات الله هم با صفات مخلوقات مشابهت ندارن. چی مانا؟ مانایش است که وقتی ما و شما ذات الله را قبول کردیم، حالا بعضی کساس مثلا در بعضی از اسما و صفات مشکل می داشته باشند، خصوصا مثلا بعد از اینکه معتزله و جبریه و قدریه اینیا پیدا شدن، یا در اسما و صفات الله بسیار بعضش قبول دارن، بعضش میگیره ما قبول نداریم. این تو بدعت ها را ایجاد کردن. علمای اهل سنت چی میگن؟ اینا میگن که وقتی که ذات الله متعال قبول کردی، حالا مثلا یکی ذات الله هست، یکی ذات مخلوق است. اینا وقتی که ما میگیم ذات الله، ذات خالق، میفهمیم که ذات خالق ذات با عظمت است، ذات است که آسمان ها را پیدا کرده، ذات است که زمین پیدا کرده، ذات است که ما را خلق کرده. وقتی که ذات الله را میگیم، اما وقتی که میگیم ذات مخلوق، در اینجا باز چی میشه؟ میفهمیم که مخلوق بیچاره است، این هم ذات داره لکن ذات از این محتاج است، ذات از این ضعیف است چون مخلوق است. پس وقتی که ما فهمیدیم ذات الله را قبول کردیم با انواع عزت و جلال و بزرگیش، به اینمی شکل میگه در صفاتش وقتی که در ذات الله مشابهت با ذات مخلوقات نیست، چون ذات خالق متعال همون قسمی هست که به جلال و عظمتش شایسته هست، ما نمیفهمیم کیفیتش ولا یحیطون بشیء من علمه. مثلا لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. ایناله وقتی ما الله متعال درک کرده نمیتونیم، مربوط به غیب است، ذاتش قبول داریم. همین قسم علما میگه که سخن گفتن در ذات مانند سخن گفتن در صفات مانند سخن گفتن در چی است؟ در ذات است. وقتی که در ذات تشبیه نکردی، قبول کردی که بله الله سبحانه و تعالی ذات بزرگ است، ذات با عظمت است، ذاتی هست که دارای صفات خاص خود است، اما مخلوق است یک موجود ضعیف و بیچاره هست. اینال هیچ وقت ذات خالق متعال در ذهنتون نمیگرده که تشبیهش کنی با مخلوق. چرا؟ مخلوق عاجز است، الله با عظمت است. میگیم قسم در صفاتش هم باید امی تشبیه در ذهن تو نباشه. متوجه هستی؟ اللباب فی شرح الکتاب الفقه الحنفی چی میگه؟ میگه لانه تعالی منفرد بصفاته، الله منفرد است، یگانه هست در صفاتش، یعنی هیچ صفات الله با صفات مخلوق مشابهت
نداره. پس وقتی که الله متعال صفاتش ذاتش یگانه هست، صفاتش هم یگانه هست، فکما لا تشبه ذاته الذوات، همین قسم که ذات الله را با ذات مخلوقات تشبیه نمی کنی، فصفاته لا تشبه الصفات، همین قسم صفات الله مشابه با صفات مخلوق نیست. شرط چهارم چی است؟ سخن گفتن در تمامی صفات یعنی همه یکسان و مساوی هست. چی معنی؟ خوب دقیق باشین. مثلا وقتی که در یک صفت الله را تو قبول کردی، وقتی قبول کردیم که الله متعال عالم است، صحیح است؟ این صفت قبول داریم. عالم بخواه انسان هم گفته میشه. مثلا ما میگیم الله عالم است و مخلوق هم عالم گفته میشه، لکن ما قبول داریم که الله متعال عالم الغیب است، عالم الشهاده هست، از عالم هست که غیبیات را میفهمه، عالم هست که مثلا چیزی که در قلب ما خطور کرده او را میفهمه، ذاتی هست که لقمان حکیم برای بچه خود گفت که ولو ان ما فی الارض من شجرة، برای گفت یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل. لقمان حکیم برای بچه خود چی گفت؟ گفت اگر یک دانگه که بسیار کوچکی باشه به اندازه خردل، خردل یک چیز دانگه که سیاه است، این یک است، این قه است. گفت اگر اینه میری مثلا تو توته کنی، مثلا 1000 توتش کنی، به اندازه یک سر سوزن بگیریش که حتی در چی باشه، در میکروسکوپ نیاز باشه که میکروسکوپ عمر دیدن نتونه، این حال چی میکنه؟ میگه یا بنی ان تک مثقال حبة من خردل فتكن فی صخرة، و این میدگه تو چی بسیار خرد که در یک سنگ بسیار بزرگ پت شده باشه، او فی السماوات، یا در آسمان ها باشه، او فی الارض یأتی به الله، در آسمان ها و زمین باشه، الله اون رو پیدا میکنه. پس علم الله چی است؟ علم است که شامل است و کامل است و غیب است و کل چیزا رو درک میکنه. اما علم مخلوق چی است؟ علم مخلوق بیچاره مخلوق است. مثلا من مخلوق هستم، تا دیروز مثلا یک چیز نمیفهمیدم، امروز نبیاد گرفتم، اگر درس نمیخواندم، مدرسه نمیرفتم، پانتون نمیرفتم، دانشگاه نمیرفتم، من بسیاری چیزا رو یاد نمیداشتم. اگر قرآن پیش استاد نمیخواندم، پیش مولوی صاحب، من قرآن مثلا پیش قاری صاحب نمیخواندم، یاد نداشتم. پس من علم ما ولو یک کسی مرا عالم بگویه، من میفهم که علم ما بسیار علم ضعیف است مطابق استعداد یک بنده بیچاره. اما وقتی که الله را میگیم عالم است، او عالم الغیب و شهاده هست. این حال اینجا علما چی میگه؟ میگه وقتی که تو قبول کردی که علم الله مثل علم مخلوق نیست، هیچ مشابهت نداره. علم مخلوق اما قسم علم است که به ضعیفی و بیچارگی مخلوق شایسته است، اما علم الله علم هست که به جلال و عظمت الله شایسته هست. بنابراین ما نمیتونیم که وقتی الله را عالم گفتیم، مخلوق گفتیم عالم، بین از تشبیه نمی کنیم، میگیم نه بابا برادر، او علم که الله عالم است، او متعالم است، او علم داره که به جلال و عظمت شایسته هست، علم هست که از تمام چیزها را میفهمه و نیاز نداره که مثلا چیز جدید یاد بگیر. اما ما مخلوقات. خب حالا وقتی که در علم میگیری قبول کردیم، در دیگه صفات الله هم وقتی که ید الله مثلا دست الله آمد، در او هم می قسم میگه بگو که دست خالق متعال، ید خالق متعال در قرآن ثابت است که الله متعال برش ید گفته، ید الله فوق ایدیهم. متوجه هستین؟ این حال وقتی که در قرآن ید برای الله نسبت داده شده، وجه برای الله نسبت داده شده، این صفاتش هم مثل صفات رو قبول کن. چه قسم بگو؟ میگیم در ید الله که دست الله اما قسمی هست که به جلال و عظمت الله شایسته هست، ما کیفیتش نمیفهمیم. اما دست مخلوق کسی خود دست مخلوق است، بنابراین ما بین ید خالق و ید مخلوق تشبیه نمی کنیم. متوجه هستیم؟ از این خاطر میگه در هر چیز، همین قسم استوا، وقتی که میگه الرحمن و علی العرش استوا، الله در عرش استوا نمود. وقتی که الله در عرش استوا میکنه، این مثل مخلوق نیست، تشبیه نمی کنیم، میگیم استوای خالق اما قسمی است که به جلال و عظمت الله شایسته است. از این خاطر علما میگه یکی از شرایط، یعنی شرط چهارم چی است؟ که وقتی در یک صفت سخن میگی، کل صفات عین سخن است. کل صفات، پس ما میگیم کل صفات الله که صفاتی است که
به جلال و عظمت الله شایسته هست و در ذهن خود هیچ تشبیه بین صفات الله و صفات مخلوق نمی کنیم. چرا؟ چون صفات الله صفات ذات با عظمت است و صفات مخلوق است صفات یک مخلوق عاجز و بیچاره و ناتوان است. بنابراین ما چطور میتونیم بین صفات ذات با عظمت؟ نه، نمیتونیم، یک تشبیه نمیشه. از این خاطر کل صفات باید اینمی قسم بفهمیم. شرط پنجمی چی است که علما میگن که الفاظ صفات به اعتبار معنا معلوم دار است. حالا وقتی که ما و شما میگیم العالم، معناش معلوم است. اگر میگیم که الله خلق کننده هست، معناش معلوم است. پس صفات الله به اعتبار معنا معلوم است، ولی به اعتبار کیفیت مجهول است. چی معنی به اعتبار کیفیت مجهول است؟ یعنی ما کیفیتش را نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ به خاطر که کیفیت صفات الله مربوط چی میشه؟ مربوط غیب میشه. مربوط چی میشه؟ مربوط غیب میشه. ما مثلا در چیزهایی که محسوس است، این گلاس محسوس است، بناهن این من با حس خود با چشم خود میبینم. وقتی که آب می نوشم احساس کردم، مزه آب فهمیدم. این چیزها چی هست؟ این محسوس است. پس محسوسات با حس میبینیم. یک چیز دیگه معقول است. مثلا معقول چی است؟ میگیم اینمی قلم یک شرکت جور کرده، ما او شرکت دیدیم؟ نه، اما عقل میگه امی قلم یک کسی در یک شرکت جور کرده. اگر این جور نشه این هر کس نمیتونه، پس این شرکتی است که تمام وسایل داشته که قلم جور کرده. پس معقولات با چی میفهمیم؟ با عقل خود. اما مسائل غیبی را با چی میفهمیم؟ با قرآن و سنت. مثلا جنت ما ندیدیم، کیفیت جنت چه قسم است؟ اونمو چیزهایی که در قرآن آمده همون قسم ما میفهمیم. چرا در قرآن میگه، در رسول الله میگه در جنت نعمت‌هایی است که چشم او را ندیده. این چیزهایی که شما دیدین یا هست این نعمت‌های دنیا. نعمت‌های دیگه در جنت است که او را چشم ندیده، گوش نشنیده و در قلبتان خطور نکرده که تو نعمتی باشه. این چه قسم نعمت است؟ والله نعمتایی است که ما نه چشم دیدن نه گوش شنیدن. پس ما به او ایمان داریم و مربوط غیب است. ان شاء الله تعالی از الله میخوایم که ما رو به جنت ببره و از این نعمتایش ببینیم. وقتی دیدیم میفهمیم. اینال چیزهایی که مربوط غیب میشه او دیگه باز ما به حس خود، به عقل خود داخل نمیکنیم. اینال صفات الله متعال که است، وقتی که الله متعال میگه هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن، سیزنه اینال این معناهایش معلوم دار است، اما کیفیت صفات الله را ما نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ به خاطر ازی که مربوط غیب است. پس در اونجا چی میکنیم؟ آرام میشه، میگیم که ما والا کیفیتش نمیفهمیم. علامه ابن عبدالبر رحمه الله چی میگه؟ میگه تمامی اهل سنت به اقرار به صفاتی که در قرآن و سنت آمده است ایمان داره. یعنی میگه تمامی اهل سنت با آنچه که در قرآن و سنت صفات الله آمده است به این چی دارن؟ ایمان دارن و به آن اجماع نمودن. کلشان اجماع کرده، هیچ مخالفت نکرده اهل سنت و آن را به حقیقت آن حمل میکنن، نه به مجاز. در اسما و صفات الله مجاز نیست، کلش چی است؟ معنایش حقیقی هست. این عالم میگه بناهن این اسما و صفات ما به حقیقتش اهل سنت میگه حمل میکنن. تو که اهل سنت هستی باید به می عقیده باشی، ولی اهل سنت چیز از این صفات را تکییف نمیکنن، کیفیتش را بیان نمیکنن. چرا؟ میگه در کیف تسلیم هستیم، ما عاجز هستیم، مربوط غیب میشه، صفات الله هست، ما نمیفهمیم و برای آن کدام صفت حصر را بیان نمیکنن، کدام قید و شرط و ایگپا بیان نمیکنن. میگه که والله صفات الله را ما قبول داریم، کیفیت داره، اما ما کیفیتش نمیفهمیم. صفات الله درست است؟ یعنی فکرتان باشه در این نقطه که صفات الله متعال کیفیت داره. سعی کنین صفات الله متعال، مثلا وقتی که ما میگیم که الله خالق است، خلق کننده است، بناهن معنایش معلوم دار است. کسی که زبان عربی رو بفهمه معنایش میفهمه. آیا صفات الله متعال کیفیت داره؟ میگیم بله کیفیت داره، ولی کیفیتش ما
نمیفهمیم. چرا؟ مربوط غیب است، تسلیم هستیم. خب از این خاطر از امام مالک رحمه الله یک کسی پرسان کرد، یکی از شاگردایش اومدن 6 تا نمونجه دست خدا بالا کرد، گفت استاد من یک سوال دارم. چی سوال داری؟ گفت در قرآن گفته که ثم استوى علی العرش، الله متعال بر عرش استوا کرد. الله متعال بر عرش استوا کرد. گفت این چه قسم استوا کرد؟ این از کیفیت پرسان کرد. از چی پرسان کرد؟ از کیفیت صفات الله. مربوط غیب است نیست؟ عالی شاگرد آمد از چی پرسان میکنن؟ از غیب. و امام مالک کیفیت صفات الله را نمیفهمه. امام مالک در جوابش چی گفت؟ گفت الاستواء معلوم. استوای الله بر عرش چی است؟ معلوم هست. چرا در قرآن ثابت است و معنایش معلوم هست. بعضی علوم میگه بلندی، علوم میگن و بلندی میگن و چی؟ اینا رو گفت که همین معنای استوا پیش کلگی معلوم هست. والکیف مجهول، اما کیفیت چی است؟ مجهول است. این امام مالک رحمه الله برای یک درس داد. استوا چی است؟ معلوم. کیفیت چی است؟ مجهول. والایمان به واجب، به این باید ایمان داشته باشی. چرا اگر ایمان نداشته باشی آیت قرآن انکار کردی. پس آیت قرآن میگه ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى. آل کلمه استوا که هست، این صفت الله بر خود نسبت داده، صفت استوا هست. استوا گفت معلوم است، معنایش معلوم هست. هر کسی که عربی میفهمه معنایش میفهمه. و کیفیتش مجهول است. چرا؟ کیفیت استوای الله و ذات الله متعال معلوم است، برای ما معلوم نیست و ما این تشبیه کرده با استوای مخلوق نمیتونیم کرده. والایمان به واجب، ایمان به واجب است. و السؤال عنه بدعه. متوجه شدید امام مالک چی میگه رحمت الله علیه؟ میگه سوال کردن از این چی هست؟ بدعت است. چرا؟ بدعت چی را میگن؟ یعنی اینمی کار رسول الله صلی الله علیه و سلم در این باره بحث نکرده. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این مسئله را سوال نکردن. چرا؟ صحابه میفهمیدن که استوای الله به ذات و جلال الله شایسته هست. گپ نمیزدن، سوال نمیکردن. بناء الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. این علما میگه، امام ابن جزی رحمه الله این میگه که از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، از امام جعفر صادق رحمت الله علیه، از امام حسن بصری رحمت الله علیه نیز مثل سخنان امام مالک روایت شده است. یعنی کل از علما همین عقیده را داشتن که امام مالک رحمت الله علیه داشت. خب به همین علت امام مالک گفت که سوال از آن بدعت است. علامه ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه در این باره چی میگه؟ علامه ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه یک کتاب داره به نام شرح عقیده طحاویه. او چی میگه؟ والامر فی ذلك کما قال الامام مالک رحمه الله. میگه در این مسئله وقتی که در بارش از او پرسان میشه، او چی میگه؟ میگه در امی قضیه افعال الله، صفات الله، نامهای الله، او سخن کلش کدام سخن است؟ اموره که امام مالک رحمه الله گفتن. بناء اگر ید است، اگر وجه هست، اگر استوا هست، اگر نزول است، مثلا در یک حدیث میگه که الله در ثلث اخیر شب به آسمان اول نزول میکنه. نزول الله که در به آسمان اول نزول میکنه، این باید تشبیه با نزول مخلوق نکنیم. و چرا؟ اگر در ذهنت پیدا شد که ولی این کمک تشبیه با مخلوق کنی، یک دفعه برای جنجال پیدا میشه. برش میگه که همون قسم که گفت استوا معلوم است، نزول معلوم است، ید معلوم است، وجه معلوم است، هر صفتی که در قرآن برای الله بیان شده است معلوم است. کیفیتش چی است؟ مجهول است، مربوط غیب است، ما او را نمیفهمیم و تشبیه نمیکنیم. متوجه هستین؟ ایمان به کل چی است؟ واجب است، به خاطر که در نصوص ثابت است. ما باید به او ایمان داشته باشیم.
و سوال درباره از او چی هست؟ بدعت است. درباره از یا باید زیاد بحث و با نشن. صاحب تفسیر البحر المدید چی میگه در عبارت؟ میگه لم تتکلم الصحابه علی الاستواء. میگه صحابه درباره استوا گپ نزدن، بل امسکوا عنه، بلکه در قسمت از اون زبان خود چی کردن؟ چوب گرفتن. چرا؟ به خاطر از که میفهمیدن که این صفت مربوط الله هست، در صفات الله که مربوط غیب است باید گپ نزنیم. از این خاطر میگه گپ نزنن. ولذلك قال امام مالک السؤال عنه بدعه. از این خاطر میگه امام مالک گفت که سوال کردن در این مسئله چی است؟ بدعت هست. علامه ابن تیمیه ما از علمای مختلف براتون ذکر میکنم تا که مثلا بفهمیم که مثلا علما در مذاهب مختلف و علمای مختلف چی میگن. علامه ابن تیمیه رحمه الله چی میگه؟ میگه وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول. میگه که مردم امی سخن امام مالک رحمت الله علیه را قبول کردن. کل مردم را گرفتن به قبول کلگی. علامه ابن تیمیه میگه فلیس فی اهل سنت من ینکره. در اهل سنت کسی نیست که امی سخن امام مالک چی کنه؟ انکار بکنه. علامه ابن عابدین صاحب رد المختار علی الدر المختار در بحث متشابهات او چی میگه؟ میگه گذشتگان امت به تمامی این امور مطابق معنای آن چنانچه الله و رسولش اراده نموده بودند ایمان داشتند، بدون اینکه حقیقت آن را مطالبه نمایند، تا اینکه الله از حقیقت آنان را آگاه ساخته. میگه این مسائل که هست تمام گذشتگان امت که هست میگه این مطابق معنایش. مثلا یک صفت آمده معنایش هست میگه با این صفت با این معنا ما قبول داریم. متوجه هستین؟ و به او ایمان دارن لکن حقیقت از او و کیفیت از او مطالبه نمیکنن، تا اینکه الله باز در روز قیامت ما و شما را نشان بده. باز ما و شما ان شاء الله تعالی الله متعال میبینیم. علامه آلوسی حنفی یکی از مفسرین معروف است، چی میگه؟ یک کتاب داره به نام روح المعانی. او میگه که نزول، مثلا در قسمت نزول وقتی که بحث میکنه، میگه وقتی که الله متعال مثلا در ثلث اخیر شب نزول میکنه با آسمان اول، میگه نزول تقدس و تنزیه، نزول تقدس و پاکی، لا نزول تمثیل و تشبیه. نزولی که باز او رو تو تشبیه بکنی با مخلوقات اینه. متوجه شدین؟ کلش ان شاء الله فهمیدین. شرط ششم چی است؟ که از صفات الله متعال تشبیه، تحریف، تعطیل، تکییف نکنیم. این قاعده رو علما میگه. چی معنا؟ وقتی که صفات الله را آمدی بحث کردی در صفات الله، اول باید تمثیل نکنی، یعنی او را مثل صفات مخلوق فکر نکنی، تشبیه با صفات مخلوق نکنی، این گپا نکنی. مثلا تحریف نکنی که بگی مثلا من یک حرف زیاد میکنم یا معنای زیر تغییر میدم یا به این معنا میگیرم، این تحریف میگن. تعطیل این معنا که بگی ولی من این معنای از قبول ندارم، برای یک معنا بنا او صفت تعطیل شد. و یا کیفیتش که پیشتر ما شما بحث کردیم. چون صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله مسئله بحث نمیکردن، آخرین بحث ما شما در این نقطه هست. چرا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مسئله بحث نمیکردن؟ به خاطر از اینکه اول زبان صحابه زبان قرآن بود، زبان عربی بود. یعنی عرب و اونا وقتی که مجرد آیات قرآن درباره صفات الله میخواندن، او صفات با معنایش میفهمیدن. دوم، یا عقیده داشتن که الله کلامش به زبان عربی نازل کرده و اختیار کلمات و دلالات آن را خودش بهتر میفهمه. الله بهتر میفهمه، ذات با عظمت خودش خوبتر میشناسه. بناهن وقتی که قرآن عظیم شان به زبان عربی نازل کرده، اما کلمات را که به ذاتش و جلالش و عظمتش شایسته هست، اما را به خود صفات خود بیان کرده است. وقتی که الله بیان کرده، ما چرا در او زیادت و نقصان کنیم یا گپ بدیم؟ سوم، صحابه این را میفهمیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به هر کسی دیگه نامها و صفات الله را خوب میفهمه و استاد جبریل امین است و برش وحی میشه از جانب الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر در این باره چیزی گپ می بود، گپ میداد. رسول الله صلی الله علیه و سلم صفات بیان کرده، لکن در بارش این تفصیلات ندادن. پس وقتی که
رسول الله صلی الله علیه و تشریح نکرده، چون کلمه ما معلوم است، معنایش هم صفت معلوم است، معنایش هم معلوم است و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمه که اصحاب ما کلشان میفهمن که صفات الله عمو قسم است که به جلال و عظمتش شایسته است. وقتی تشبیه نمی خلاص، وقتی که این حال صحابه در ذهن صحابه چهارم نقطه چی بود؟ در ذهن صحابه تشبیه و تمثیل نبود. وقتی که تشبیه نباشه، صفات الله را با صفات مخلوق تشبیه نکنی، چرا بعد سوال پیدا شه؟ هیچ وقت سوال پیدا نمیشه. این حال مش امی قسم تابعین و تبع تابعین هم امی قسم بودن، اما پس آنها وقتی که در قرنهای بعدی آمد، اینجا چی شد؟ چرا گروپ ها و فرقه های دیگه پیدا شد؟ به خاطر اینکه یا در ذهن خود تشبیه داشتن، مجرده که یک صفت الله را میخواندن، باز اون صفت با صفت مخلوق چی میکردن؟ تشبیه میکرد. باز میگه فعلا این صفت ما قبول ندارم. چرا قبول نداری؟ میگی صفت خب برای الله شایسته نیست. او برادر، وقتی که ما میگیم دست، حالا میگیم دستی پیاله، حالا وقتی که ما میگیم دست استاد و دستی پیاله، تو کدام وقت در ذهن تو میگه که دستی پیاله را با دست ما تشبیه بکنیم؟ دست ما می قسمی است. وقتی که در دو مخلوق تو تشبیه نمی کنی که دو تا مخلوق هستن، یکی انسان است یکی آله هست، وقتی که در مخلوق تشبیه نمی کنی، آله در صفات الله رو تو با صفات مخلوق تشبیه می کنی یا او رو مثل ازی فکر می کنی. اینجا چی مشکل پیدا شد؟ وقتی که در ذهن مردم تشبیه پیدا شد، یک گروه پیدا شد صفات بیخی انکار کرد. چرا انکار میکنی؟ گفت والا اگر این صفات ما قبول کنم، باز تشبیه صفات خالق با مخلوق نه، از این خاطر این صفات هیچ قبول ندارم، هیچ صفات نیست. بعضی گفت هیچ معناهایش قبول ندارم. یک گروه دیگه پیدا شد. یک گروه دیگه پیدا شد که نه، بعضی صفات قبول دارم، بعضی صفات دیگر قبول ندارم، ایره باز من تعویل میکنم و میکنم. این حاله بعضی ها بیخی انکار کردن، بعضی آمدن ایره چی کردن؟ تعویل کردن. چرا این کسا انکار کردن؟ به خاطر که در ذهنشان چی بود؟ تشبیه بود. این کسای دیگه که باز انکار نکردن تعویل کردن. و چرا؟ به خاطر که در ذهنشان چی بود؟ تشبیه بود. صفات الله را با صفات مخلوق تشبیه میکردن. اما صحابه این کار نمیکردن. چرا نمیکردن؟ به خاطر اصلا اونا وقتی که در صفات الله گپ زده میشد، مخلوق بیخی از ذهن خود دور میکردن. وقتی که میخوان که الحمدلله رب العالمین، الله هم مخصوص الله هست، او رب العالمین است، او سبحان الله، الله تربیه کننده مخلوقات است، الله روزی دهنده مخلوقات است. اینا الله چه قسم تربیه میکنه؟ ما و شما را، وجود ما را در داخل بطن مادر چه قسم تربیه میکنه که دست میته و چشم پای وجودش تمام مغز و کل چیزا در داخل بطن مادر چی میکنه؟ رب العالمین است. وقتی که میامدن الرحمن الرحیم میخوانن، الله ذات رحمان است که آنقدر بخشاینده هست که نعمتهای خود به مخلوقات به کلش میرسانه، حتی به دشمنای خود نعمتهایش میده. وقتی که صفت الرحمن الله را فکر میکردن، هیچ وقت در اونجا مخلوق پیش نمیکردن. پس میگفتن که الله الرحمن است. بله الرحمن است. چه قسم الرحمن است که یعنی به کلگی نعمتها را میده، حتی بر دشمنای خود نعمت میده، روزی میده، چشم میده، گوش میده. کافرها چشم دست و گوش ندارن، دارن. این صفت چی است؟ به خاطر که از الله الرحمن است، در دنیا نعمتهای خود بر کلگی میده. وقتی که الرحیم میخوانن امی قسم، بناهن در ذهن صحابه چون تشبیه نبود، از این خاطر در قسمت صفات مشکل نداشتن. ما و شما باید امی صفات الله را مثل کی یاد بگیریم؟ مثل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و نقطه ببخشین آخری شرط هفتم این است که اثبات صفات کمال به شکل تفصیلی و نفی صفات به شکل اجمالی. علامه ابن ابی العز حنفی میگه ولهذا یحتی الاثبات للصفات فی کتاب الله مفصلا. صفات الله صفات خدا که بر خود ثابت کرده، او را چی کرده؟ تفصیلی بیان کرده. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن. و نفی مجمل، اما نفی که است چی اومده؟ اجمالی اومده. گفته که مثلا الله متعال لیس کمثله شیء، بناءً مثل الله هیچ مخلوق دیگه نیست. بناءً او عاجزی که مخلوقات دارن و این چیزایی که دارن، الله متعال از تمام صفات مخلوق چی است؟ پاک و منزه است. از این خاطر شرط هفتمی ای بود. و السلام علیکم و رحمت الله
و برکاته.